به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. سخن که با خردورزی و اندیشیدن آغاز شود، نشان از کهن بودن آیین ما ایرانیان، آن هم با تکیه بر دو اصل خردمندی و تفکر است. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. همچنان که با آمدن بهار طبیعت دچار دگرگونی و تحول می شود، آغاز سال نو نیز اگر توأم با خردمندی، خردورزی و تفکر باشد، بیشک برای همه ما سالی پر از تحول و دگرگونی در عرصه‌های مختلف به ارمغان خواهد آورد. امیدوارم سال 1403 سالی سرشار از عقلانیت همراه با خردورزی و خردمندی و اندیشیدن در عرصه‌های مختلف باشد. سالی همراه با تحولات بزرگ برای ملت ایران و همه مردم این سرزمین کهن باشد.